آقا سلام، خیلی مخلصیم، چاکریم، فقطون بشم الهی. من امیرحسینم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون با وفا. امروز اومدیم با حامد. خوب هستی آقا حامد؟ شما خوبی؟ مخلصم. شما سلام اول پرسی. سلام، خوب هستین؟ حال شما خوبه؟ خوبی؟ آقا امروز اومدیم عرضم به حضورتون یه بازی انجام بدیم. امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و ساب و اینا یادتون نره. و اینکه عرضم به حضورتون بازی امروز. اما حامد شما دری داره. شما توضیح بده بازی امروز. بازی امروز 5 تا بنده 5 تا ایشون. اسم مثلا لوگو، اسم لوگوی باشگاهی چیزی نوشتیم 5 تا. 10 تا دیگه 5 تا هم 5 تا. یه دونه در میاریم هر چی بود. من نقاشی میکنم تو این. منم تو این. نقاشی کردیم هر کی شبیه تر بود امتیاز میدیم دیگه. کارو جمع کردیم. امتیاز میدیم. آخرش هم یه مجازات داریم. مجازات هم محلول آقای اون قیمت هم گرفتید. ولش کن. مجازات داره آخر ویدیو. هر کی تعداد کمتری نقاشی تونست درست بکشه مجازاتش یه محلول مرگی که جلویش خودتون درست میکنیم. حالا میبینید بدون معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. لیتس گو. خب اولیه رو شما، اولیه تو میری نه شما برو. بیاد. نه بابا برو. خب نه تو برو. برو. تو برو. خوبه. بیار ببینیم چی در میاد. اوه اولش اصلا رفته. چیه؟ لوگوی بانک شهر. بانک شهر. خب وایسا برگر رو بردارم نمیتونم با چشام نقاشی کنم. یه گوشش بکش. خب یه گوشش بکش. اعتدام بزرگ یه گوشش بکش که تعداد جا باشه واسه بقیه‌اش. بانک شهر چی بود؟ نگاه میکنی تو خب؟ من نگاه نمیکنم. من اینوری میشم. نگاه نمیکنم. بانک شهر چی بود؟ آقا نگاه نکن. خب باشه بکش دیگه. بیا. ببین من نوشتم ولی دو سه تا چیزشون نمیدونم همونه یا نه. نکن همون. خب باشه یا اینجوری بنویس. بذار من مشکل اینه که سه تا نقطه‌اش کدوم بالاشه پایینشه. میذاریم اینجا. الان همه لوگوهای بانک‌ها رو دیدی ترکیب دونه دارم میکشم همینجوری. من نمیدونم بانک شهر چیه. بانک شهر؟ من یه سامان حساب دارم. آقا بانک شهر که همین سر چهارراهه. حالا من یه چیزی کشیدم. خب الان خودت هم نمیدونی درست کشیدی یا نه؟ هیچی. حالا نمیدونم. نشون بدیم. ببین عکسشو میاریم. خب عکسشو پایین نکشیدی که. اینا دیگه. هم نه جدی. بابا من نمیدونم. من نوشتم بانک شهر دیگه. خب بابا لوگوشو بنوشه بانک شهر والا. خب با یه الان تو بانک شهر فکر می‌کنی این شکلیه؟ یا این نقطه‌اش بالاشه یا پایینشه فکر کنم. مطمئنی؟ فکر کنم نمیدونم. حالا عکس آوردیم عکسو بیار بده. الان ما اینو چجوری نشون بدیم؟ میبری جلوی وبکم. ببین لوگو شبیه پویاشو اصلا نشون بده. خب نشون بده. خدایی نشون بده. نه خب ببر جلو اون لوگو رو. اینه. تو شبیه‌تر کشیدی. تو نوشتی. من نوشتم. خب اینجوری باید چیزشو بدی بیرون. آره دقیقاً. نگاه کن تو الان مثلا نگاه. تو شبیه‌تر کشیدی دیگه. من گفتم این یا سه بالا تا نقطه رو ولی جابجا کشیدی. اشکال نداره. آقا تو هیچ کاری نکردی. من حالا بانک شهرش اینور نوشتم. اشکال نداره چیه واسه من بهتر بود. یکیش تو خوبه. الان خوبه. خیلی خوب. اولیشو که بردی لاشی ولی حالا اوه لوگو آتش نشانی. لوگوی آتش نشانی؟ مگه لوگو داره آتش نشانی؟ اینا چیه نوشتی؟ قرآن لوگو داره. جدی چیه اینا نوشتی؟ لوگو داره مگه آتش نشانی؟ جدی؟ آتش نشانی دل نداره مگه؟ خب بکش. چیزشم خب بکش دیگه. طراحشم میدونستم بنده خدا مرده. ممیز عباس ممیز فکر کنم. بکش خب دیگه. خب بکشم. باش. بکش ننویس آتش نشانی تهران. سعیمو میکنم. لوگوی آتش نشانی آخه من نمیفهمم. لا آتیش میکشه یکی با چلنگ مکسرش هست. لوگوی آتش نشانی آخه بابا یعنی ما انقدر دقت نمیکنی در سطحش؟ مگه تو سطحش لوگوی آتش نشانی زدن؟ لوگوی آتش نشانی نمیدن خونه بزنن که. سیما یا آتش بکنم. یه آشغالی دارم میکشم ببین. خب یه چیزی کشیدم. کشیدی تو الان اومده ای منم کشیدم.
حالا بذار وایسا ببینیم اول لوگوی آتش نشانی رو بذار بچه شما اونجا ببینید. اوه واسه من نزدیک‌تره. ببینم برای تو رو. واسه من اینجوریه. واسه من داخلشه. دهنت سرویس تو همه رو بلد بودی. منو نگاه کن. منو نگاه. آقا شما لوگو رو دارین. اصلا چه لوگو شعور ندارین چه لوگویی آخه. برای تو اصلا فقط یه ذره اون وسطیش باید میومد پایین‌تر. اشکالی؟ چه لوگوهایی طراحی کرده؟ تو خیلی خوب میکشی. چیه کشیدی تو؟ اصلا چیه؟ الان یه تو درخت کشیدی؟ نه این مثلا گفتم اینجا مثلا آتیشه. این آتیشه این پایینش هم مثلا. آقا لوگو رو اصلا دو هیچ تو شدی؟ آجی من نمیخوام. من باید ببرم. اوه چه زهر ماری قراره بخوری آجی. این موسیقی من نمیدونم. من کدومه الان اصلا مغزم یاری نمیکنه. این چیه؟ شبکه 4 رو من نوشتم. ببین خدایی دیدی چه اصلا چیزای درست آتش نشانی شبکه 4 بانک شهر آدم چیکار واسه من شبکه 4 شبکه 5 دارم میکشم به قرآن. شبکه 4 یه چیزی تو ذهنم هست. بابا زدی رو پام دستم خط افتاد. خب وایسا بابا شبکه 4 هم بلدم رنگش هم میدونم چه رنگیه ولی چه رنگه؟ آبی سرمه‌ای طوره. آبی کم رنگ سرمه‌ای کم رنگ. بابا من شبکه 5 بلدم. خوب شد شبکه 5 رو ننوشتم. شبکه 5 زیاد نگاه می‌کنی؟ شبکه 5 اصلا نمیگیره واسه ما. خدا من شبکه 5 بلدم نمیدونم شبکه چه. یه چیزی کشیدم من دیگه. خدای اینو دیگه بکنم ببرم. بابا نرو تو سایت آتش نشانی حالا. من طراح لوگوش هم میدونستم کیه. تو اصلا خیلی پیگیر. ممیز. عباس مرتضی ممیز. ای سگ توش. اصلا اینجوریه. اوه من هلالیاشم حاجی درست کشیدم. ببین چه جوری شبکه 4 رو نگاه می‌کنم. واسه من این شبکه 5 نگاه. یه باره وسطش یه شبکه 5 شبکه 5. اول تو نشون بده چه انی کشیدی. داداش شبکه 5 آقا من. خب با گفتیم شبکه 4. ما گفتیم شبکه 5. تو یه سازمانن دیگه قبول نیست؟ نگاه کن. قشنگ کشیده. خداییش قشنگ کشیده. خب حالا نوبت خودمه. دورم من بلد بودم 4 بلد نبودم. بعدی 2-1 تا اینجا. احساس می‌کنم دارم کامبک میزنم خوب. این آرم ساده ایه. چیه؟ اینو به آوانس دادم به بنز. بنز دیگه بکشی. یزید بنزو بلدی؟ بنز چی داره دیگه بلد نمیشه. بنز خیلی مهمه ها. بنز چی از تو یه دونه کشی خط خطی هم کردی روشو؟ بعد کشیدم. به احساس کردم الان اینو نشون بدم میخوای بگی نه تو بعد کشیدی من میبرم. گفتم بذار دهنتو ببندم. بنز دیگه زشت. بنزو دیگه خدای الان ببینیم دوتاش بالا یه دونه یه پایین. آره. نه دیگه درست. من شرایطه. واسه منم همونه دیگه. واسه من مشکیه دیگه. مساوی اینو نمره نمیدیم. خب تو که میدونی ما بلده خب چرا نوشتی الان مساوی؟ من گفتم شب پلشتی بلد نیستی نری. گفتم حالا. بابا من طراح لوگوی آتش نشانی هم میدونم کی بود. حالا انتخاب کن. همه رو چرت و پرت نوشتی تو؟ بابا اینا چرت و پرت بود؟ آتش نشانی واقعا حالا با این کشور یه چیزی. آقا مردم مسخره تو نیستم یه لوگو بنز ببینن که. یه چیز قوی ببینن. 1 چیه؟ 1 ربه. نوشته 1 دیگه خب. نه دیگه خب. آقا یزید الان این مزخرف داره آتش نشانی. آتش نشانی. بابا چرت نگو. یعنی تو رب به آتش نشانی ترجیح میدی؟ آقا من میگم رب بده. نمیگم 1 بده که. میگی رب 1. نه. تو میگی یه رب بده. خب اشتباه می‌کنی دیگه. یارو انداخت میندازت بیرون. بعد بگی معذب می‌کنی. رب 1 به من بدهید. حالا من فکر کنم فونت یارش چه شکلی بود. اینش که سخت میکنه. چقدر قشنگ کشیدم. خدایی باید کارخونه‌اش لوگوش عوض کنه. ریدی بابا خفه چه خیلی خوشگل کشیدم. نکش دیگه. نکش. خدا نکشیدم بابا با کجا میکشیدم. آقا خداییش واسه من نزدیک‌تره. خدا وکیلی واسه من فونت رو نگاه کن. آ وایسا. یه دقیقه صبر کن. ببین نگاه کن. یه دقیقه فونتش کلوپاس. فونتش کلوپاس.
منم اومدم خب نه کلوفتش. نه آقا یه دقیقه صبر توشو پر نکردی تو که مگه این تو خالیه؟ مگه این تو خالیه؟ آقا خب من داشتم سوال میگم تو گفتی چیز نکن. آقا شما داری لوگو رو میبینین دیگه اونجا. آقا یه دقیقه وایس. خداییش واسه من خدا وکیل یه دقیقه دقیقه نگاه کن. یه لحظه صبر چرا زدی کن بابا ولش من کن. باید ببینم چه شکلی باشه بیا. نه چیه سرچ کرده خجالت بکش ایکس پیکس چیه زدی؟ نه بابا من نزدم. کشی تاکسی ببین یه دقیقه وایسا بذار بهش بگم ابرشو نگیر. نه الان آنالیزش یه دقیقه صبر کن. یه لحظه صبر اصلا نمیذاره مهمون صحبت کنه. الان یه دقیقه صبر کن داداش. نگاه کن شما دارین میبینین دیگه خودتون قاضی. ببین نگاه یک و یک چی داره؟ یه ابر داره که جفتمون نکشیدیم. خب حالا این از این. خب بعدشم این درسته فونتش بزرگه. خب واسه کدوم بزرگه؟ یه لحظه گوش بده. نه فونتش بزرگه ولی تو خالی نیست. واسه تو الان کجا تو تبل تو خالی میمونه فونت تو. نه نگاه کن. دعوا میشه. نه نگاه کن. بعدشم شما خب واو نگاه کن. واو روی یک کو رو نکشیدی. یک و یک کوش اون کوش اوش. اینا او نداره. اینا اوشو. او نداره اونم. خب آقا بذار برام حرف بزنم. خب اینا اوشو. آقا منم باید حق دفاع داشته باشم. اینا اوشو بالا گذاشتن که هم یکوه او باشه. یک و یکه ولی یک و یک میگن. مردم عامیانه یک و یک میگن. فونت کدومش نزدیک‌تر از واقعا من بابا چرت نگو. خب بابا خب برای من دیگه. برای من ایشون بده. بابا داری اذیت میکنی خدایی. این یک و یک من. وایسا. این یک و یک من. ببین نگاه توش خالیه. بعد ابرم نکشیده. گذاشتی. اذیت نکن. بابا این اوه واسه بالایی است. اینو اذیت نکن. خدایی این بعد برای من باشه. تو دو تا او گذاشتی داداش. من یه او گذاشتم. فونت من نزدیک‌تره. تو خالیه برای تو. نقطه‌های من نگاه قشنگ گرده مثل اینجا. برای من مثلثه. ول کن تو رو خدا. آقا اینم برای من شد. برو بعدی. آقا به قرآن ظلم کردی. برو بعدی. یه آشغال دیگه الان نوشته. کثافت. شبکه 2. بیا چیزای راحت. شبکه 2 راحته. کثافت. آره شبکه 2 به این راحتی. حاجی یک و یکا بعد توش کردی. داداش برای من بابا خداییش نه داداش. تو دیدی داری عقب میافتی. خب دیدی من اینجا غریبم. گفتی ویسا موسا. شبکه 2. شبکه 2 رو بیار. بابا مالیدی به دیوار. این چیه کشیدی؟ بذار شبکه 2 رو برده بیار. چیه؟ اصلا همین شبکه‌ای نداریم ما. چرا نداریم؟ تو خدا زدم. اینه بابا. ببینم برای تو بیار. این چی؟ داداش خب من دورشو نکشیدم. غلط کردی. ببینم برای تو. ببینم برای تو. آقا بردار بیار. خب ببینم برای تو. شلوغش کنی به خدا میزنم صورتت. اینو که اصلا نمیتونی حرف بزنی. اصلا معلومه چی کشی. یه لوگو قشنگ‌تر طراحی کردی واسش. خب بیا بالا. وایسا. بیا بالا. خب وایسا. منو میگم من بیا بالا. بیا. تو یه سوال. آقا شما دورشو نکشیدی باخت. اصلا چی یه لحظه صبر کن شما. من اگه یه شبکه بذارم اینو میذارم. چی لوگو جدیدیه. نگاه کن. اینجا رو می‌بینی این یه دو بالا اینجوری شما یه دندونه داخلشو نکشیدی. کشیدم. نه اینجوری نکشیدی. بابا نکشیدی خدایی. بابا دو اینجوریه. من این دندونه اضافی که کشیدم داره ببین. خب تو که اصلا نکشیدی. تو اصلا حرفی اصلا راجع به اون تو اصلا راجع به این رزوه دومش هم صحبت نکن. خب رزوه حدیده. تو رو قرآن تو کامنت بگید آقا این شبکه 2 منه. بابا این چیه خدایی نگاه کن. بابا ول کن. اصلا خیلی شبیه نصف ماسک بتمن اون چیه. بابا ولمون کن. طراح اینو وقت گذاشت 4 تا خط کشیده میگه شبکه 2. بابا بعدی من رو این برنامه‌ریزی برگ برندم شبکه 2 3-2 شدیم. 3-2 هر اصل باید 4-1 باشه. 3-2 بیا لوگو پاریس سن ژرمن. بابا لوگو پاریس سن ژرمن خب سخته. کجا سخته؟ بریم عزیزم. لوگو پاریس. آقا یا دیگه باشه ببینم چی نمیدونم. ببینم نمیدونم چی یه دقیقه ببینم. پنجشنبه شده. آقا چی میخوای ببینی؟ زشته. 4 نفر تو رو میشناسن. نکن این کارا رو. آقا نگاه نکن.
او بودا دیگه. لوگو دیزنی کشیدی؟ ببینم. چیه؟ خب بیا تموم بیا اول از لوگوش بده بالا. بابا به قرآن اینم نشه. اون که نمیشه اصلا مطمئن باش واسه من. میشه 4-2. منم یه چیزاشو نگیشم. ببینم واسه من خیلی شبیه. فقط پاریس رو بالاشن نوشتن. اینا اصلا چیه؟ ای چرا نوشتی؟ مخواستم مثلا ایلومیناتی چرا کشیدی تو؟ نباید نشون میدادم ایلومیناتی. خب خداییش واسه من دیگه حرفی میمونه. من این سن ژرمنش هم پایینش تو نمی‌رسه. با پاریس بالاشو ننوشتی. خب من ننوشتم. اصلا پاریس بالاش ننوشتم. تو بعد. چیکار کردی؟ خب وایسا. تو نه خب تو چیکار کردی؟ بگو من هم داخلش رو توش رو بعد تو کشیدم. این توییه رو قشنگ نکشیدی. بوی اتکلونه فرانسه میخوره تو تو این دماغت. توییه رو نکشیدی. تو اونو کشیدی؟ کجاشو کشیدی خب؟ تو؟ نه اینجا. بابا برو جمع. به خدا بعد نگاه کن. من 2 تا لوگو کشیدم. اینی کیه که الان کاملش کردی؟ 2 تا لوگو کشیدم. آقا میگه بد کشیدم. باشه بیا هم بشین. پاریس بیا این بشین بد. بیشتر شرف خودت نبر. بیا بشین. اینم که تیکش خورد واسه من. همینجوری خوشت اومد همه رو تیک بزن. بی وجدان خدای بگو کدوم شبیه تره. زشته برو بعدی. چه باید چیزی میده؟ حلوه شکریه؟ نمیدونم. حلوه شکری. بویایی هم خوبم. بویاییم خوب. بابا گوشم این خوب. چیه داری تو چیه؟ می‌نویسی خب؟ خب چی نوشتم؟ یادم نمیاد. آقا من آب و رز سس رو نمیدونم. این چیزا رو با هم الان نمی‌دونم. لوگوی واتساپ بیزنسی تو میتونی خب. بگی؟ آره. بابا تو این چشاتو میبندی میری توی جامعه؟ تو الان تو گوشیت لوگوی واتساپ بیزنس بله. داری؟ جدی داری؟ بله. من تا الان فکر می‌کردم واتساپ بیزنس واسه آیفونه. به خدا فقط فکر می‌کردم واسه آیفونا میتونن آره داشته داشته باشه. باش. بیزینس باید باشه. بیزینس با غیر بیزینس فرق میکنه. لوگوی واتساپ به خدا این اشتباه میاد. وایسا. من اون چیزی که تو گوشی دیدم و کشیدم. خب الان منم اینجا هم فقط یه لوگوشو عالمه بیاره دیگه. دیگه. چه شکلیه؟ به. بابا ببینم. آها بابا دنبال ایراد نگرد بابا. ببین، مگسی خدایی مگه نگاه تو. کن. وایسا دیگه. هرچی کشیدیم اهو که بابا چیه؟ این چه خدا وکیلی وضعشه؟ نگاه کن. نگاه چیه تو خدا مستطیل تو مربعه. اصلش اینه داداش. اصلش اینه وقتی که میگه آیکون گوشی میشه اون شکلی خب میشه. آیکون گوشیشو ما آقا نگاه من کل میکنیم. لوگو رو دارم میگم. یارو با سردار لوگو این شرکتش نیستش اینو که. میزنه داداش. نه خدای شبیه تره دیگه. اصلا خدای حرف نزنیم من من میگم. بیمو خیلی شبیه قایم تر چیز- نوشتم کشیدم. بی رو خدایی خیلی شبیه. مربع دورش خیلی اول شبیه فصلی. تره. ببین نگاه این ببین. لوگو یه دقیقه بحث بابا گوش الکیه. بده گوش بحث بده. علکیه. این لوگو با هاشا نخواد این نمره لوگو امتیاز ببین بگیره. نگاه این یه مربع داره خب. یه دایره داره خب. یه بی داره خب چرا سه تا چیز میخوام داره یه چیزی بهت بگم. یه چیزی وایسا، میخوام. بگو. چرا این عکسو میاری بالا؟ خب باشه یه عکس دیگه میارم بالا اینو بیا اونو بیا. بیا آقا شما بگین تو کامنت دوره لوگوی واتساپ بیزنس مربع میخوام. هست توش دایره آقا من یا نه نمیتونم چند دقیقه گوشی رفیقمو نه، داشته بابا یه دقیقه باشم. صبر آقا این کن. عکسو بیار بالا. یه دقیقه دقیقه بده منم خب گوشی دستم خب تو میخوای اینو مگه بیاری من گوشی بالا دیگه ندارم اصلا. التماس خب واسه فقط- من بهت یه چیز بهت نشون بدم. اینا بابا این خب مربع بیاره. دور همش هست. خب این باشه مربع اینا دور جزء لوگو روبیکا هم هست. محسوب میشه روبیکا هم هست. خب این دور جزء- تپسی هم هست. یعنی الان یه سال تپسی لوگوش دوتا خطه الان یه سال بیا میذاریم بریم داخلش. بیا تپس بیا بابا. دورش تو ما لوگو میاد دیگه دورش لوگو دورش مربع میشد آقا جون همشون این مربع شما هر هست. لوگویی رو بخوای بکشی دورش رو باید یه مربع یا مستطیل چرا باید بکشی بکشی؟ چرا؟ که الان توی رئال یه- مادرید دورش مربع داره؟ دورش یه بارسلونا- دایره داره تو مربعه بابا. بخوای به یکی نشون بدی خودش بخواد ببینه مربعش آره. بابا خب بابا یه دقیقه گوش بده به حرف من چندیم؟ ببین نگاه وایسا کن چندیم؟ الان 4-3 4 وایسا 1 2 3 4 1 2 4 2 با این بعد بشیم 4 چند 3 تا مونده؟ 2 تا مونده 4 3 سگ خورد اینم مال تو با این که مال من بوده. بریم خیلی یعنی فقط میگن دیواره هاشا بلنده. سایکو خدای اینو که
پارت بیا کردم بابا بیا جمع کن خودت. پارت کردم ببین هاشا ماشا بخوای بکنی من میدونم با تو. ببین اولندش که بیا. زیر نه، لوگو نه برو بغلی، برو اولندش عکس بغلی. نه عکس بابا. بغلی بیا داداش. بابا 10 تا نه، عکس واسط نه، میارم نه. زیرش عکس ننوشته بغلی سایپا. بیا بیا بزن. جمع کن بابا اسکل بابا 10 تا عکس برات میارم زیرش من الان یه دونه عکس سایپا. برات میارم که داشته باشه. چرا اینجوری؟ بیا بابا چرا آقا، اینجوری میکنی یه دقیقه داری صبر کن اینجوری یه می‌کنی. دقیقه صبر کن میزنیم کارخونه بابا آقا یه با- دقیقه تا صبر الان این کن. یکی لوگوها رو نزدیم بالای خب کارخونه اونا رو میخوای بزنی الان یکی یه دقیقه یکی وایسا. میخوای اونا رو نه. بزنی ببینیم واتساپ رو چیکار می‌کنی؟ بزن بالای آقا کارخونه یه یک و دقیقه یک دست بزن منو ببین چی داره. ول کن. چی منو در آوردی بابا؟ ببینم اینجا چی نوشته؟ چی نوشته اینجا چی نوشته؟ نوشته شرکت سایپا بابا ول کن نوشته سایپا. بابا ننویس آجی داری به خدا داری اذیت می‌کنی. الان یه سوال آقا داری اذیت می‌کنی. این واتساپ هست که به زور حقمون رو گرفتیم بچه‌ها این وای. واتساپ هست خب؟ تو رو خدا توی اینم. کامنت ها از من دفاع اینم کن. سایپاه که باز به زور حقمون رو خواهیم گرفت خداییش من شبیه‌تر کشیدم بابا تو رو خدا این واتساپ بیزینس من بود. اینم پاریس هم بود. این سایپاز تو رو خدا انقدر اذیت نکن. یا کن الان تو این یه دونه مونده 4-3 اما بهش 5 بازی تمام میشه میبری خب ولی بگو که این دارم 4-4 اینم بهت بدم اینم واسه تو. با این که واسه من قشنگ‌تر بوده واسه نه. تو. بعدی بگم من باید دارم. باشه آقا بابا. من یه میخوام دونه خب مونده من میخوام بیا تو از بردار. تمام حقم میخوام استفاده آخریش هم افتاد به خودت حواست هست مارکت چی مارکت نمیگم LG حاجی نمیگم سخت که. درینش افتاد آخری. LG رو داریم میبینیم شما خب من ببینم. LG رو داریم میبینیم ببینم. وایس LG من نگاه کن LG من نگاه کن. ببین بازی رو چجوری بردیم ببین بازی رو چجوری بردیم ببین با هاشا با هاشا که خودت میدونی خیلی قشنگه. ببین نگاه اصلا الشو نکشیده الشو نکشیده نقطهشو گذاشته این وسط با هم میذاش این گوشه بالا الشو نکشیده اصلا میگه چی میگه اون که رفته آقا دیگه من- هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل تو LG میخواد واتساپ بیزینس من شبیه سایپا توش سایپا بی واتساپ بیزنس لوگو پاریس شبکه یک و دو، یک شبکه دو خب شبکه چهاری که نتونستی اصلا بیای سمتش آتش نشانی آتش نشانی بانک شهر همش برای تو شبیه بود ولی من نمرشو گرفتم خب تموم حالا شد و رفت. چرا نمرشو گرفتی؟ چون با بخشیدم هاشا، به با هاشا. به درد نمیخوره با که هاشا. قهرمانی پرسپولیس هم اینجوری به دست اومد. خب مجازات بچه این سگی این آب نارنجه بذار بو کنم ببینم هم آب نارنجه آب نارنجه بو کن عشق و حال این آب قوره است اینو مطمئنم بذار باز بو کنیم آجی اوه اینا چیه ما تو خونمون داریم چه خوشبوه خوشبوه این بوی غذا میده جدی ها بابا بس یه ذره شد یه تو ذره چه بخور. نصف لیوان پر شد. خب باشه به یه ذرهش اینا همش خوبه وا میکنه وا میکنه چیه؟ آب لیمو یه ذره بیشتر بریزم بیسش آب لیموشه شیره انگور یه ذره کم میریزم نمیزنی به اول زیاد، فصل ها. کم میریزم ای داد نوک قاشق واتساپ بیزینس من شبیه سایپا توش سایپا بی واتساپ بیزنس لوگو پاریس شبکه یک و دو، یک شبکه دو خب شبکه چهاری که نتونستی اصلا بیای سمتش آتش نشانی آتش نشانی بانک شهر همش برای تو شبیه بود ولی من نمرشو گرفتم خب تموم حالا شد و رفت. چرا نمرشو گرفتی؟ چون با بخشیدم به با هاشا. به درد نمیخوره با که هاشا. قهرمانی پرسپولیس هم اینجوری به دست اومد. خب همم بزنم بر واو وای کم بخورم یه جا بخورم نریزی جون آقا مادرت توف نکنی بیرون گند میکشم نه توف با من نکن بحث بابا، به قرآن میکنی؟ توف نکن ببین بابا میپاشم رو سرم. اینجا وسیله زیاده میکروفون گرونه بد نشده خوبه حضرت عباس خوبه بذارم ببینم اصلا بده منم بابا بخورم خودم خب. میخوام آه یه ذره بابا. بده بابا اون بد میشه احمق دلمل درد میگیره آقا نخواستی خب باش نمیذارم خدایی نخواست. نه میخوام بمونی تو خماری
بذار یه ذره بخورم. بذار من بخورم حالا. بابا اینقدر ندید بازی در میاره انگار هیچ وقت اینا رو قاطی نکردم. نکردم اینا رو تا حالا دیگه. دیوانه ای. خوبه. دیوونه ای تو. بابا به قرآن خوبه. چه ویدیویی بود حاجی؟ چرا اینجوری شد؟ من قشنگتر کشیدم تو بردی. بعد اونو درست کشیدیم من خوردم نمیدونم تو بخوری. بعد چه به جای اینکه اصرار کنی همه‌شو بخور من میگم بذار بقیه‌شو بخورم. آقا دمتون گرم خیلی چاکریم. تو رو خدا تو کامنت ها بگی. خدای من خودم قبول دارم اصلا نیازی نیست تو کامنت. خودم قبول دارم این قشنگتر کشید ولی من بود. آقا خیلی چاکریم. جام شرافت من بردم. جام شرافت تو گرفتی. دمتون گرم اگه تا اینجا جام اخلاق من بردم. دمتون گرم که تا بگوی دیگه یه چیزی دیگه بگو دوباره. دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو نگاه کردین خیلی دوستتون دارم. زیاد لایک و کامنت و ساب یادتون نره تا ویدیوی بعدی و چالش بعدی. بدرود. بدرود. خداحافظ.